الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عزیزان گرامی، انشالله وقتتان زیاد نمیگیرم چونکه شب قریب در 12 بجه رسیده. فقط سوال این پیدا میشه، یک تعداد برادرها شاید در اینجا شریک شده باشه، اعمال ناشنا و جدید مشاهده کرده باشه. نماز
برش طور معلوم شده باشه که چه قسم نماز بود. هر کس که در یک موضع و مقام میره و همچو حالاتی را که قط سابق آشنایی نداره ببینه، باید در جستجوی شود که چرا. همین سوال چرا گاهی انسان در حق میرسانه، گاهی انسان در فکر مندازه که ما باید جستجوی چی کار بکنیم. من از شما سوال دارم، در معاملات دنیا فایده زیاد بکار است یا کم بکار است؟ هیچ کسی را پیدا نمیتونه که او تلاش بکنه فایده کم به دست بیاره. هر کس تلاش میکنه، تجارتی را که میکنه، معامله که میکنه، کدام کاری را که میکنه میخواه فایده زیاد به دست بیاره. یعنی کسی را شاید پیدا نتونه که او اکتفا به کم بکنه و زیاد بگذاره است. خو لیکن آیا در معامله آخرت و دین خود هم همی طور هستیم یا نه؟ اگر ما در معامله دین و آخرت خود هم همی طور بودیم، پشت فایده زیاد میگشتیم، معلوم شد که پیش ما آخرت و دین خیلی اهمیت داره، از مسائل چی کرده؟ دنیا کرده. اگر نیکی در مسئله دنیا از یک روپا فایده اضافه تیر نمیشم، اما در مسئله دین خیلی زیاد فایده ها را ترک میکنم، معلوم شد که با دین رابطه ندارم. سوالی تو را جواب میگم که در اینجا آمدی مشاهده کردی، الحمدلله تو نماز تراویح ما را یک پاره خوانده شد، چقدر وقت در بر گرفت، رکوع و سجده به کدام سیستم بود، چقدر چند مرتبه تسبیحات خوانده تانستی، آیا ثنا دعای استفتاح سبحانك اللهم از پیشت فوت شد، آیا سبحان ربی العظیم کم گفته تانستی بلکه زیاد، آیا سبحان ربی الاعلی را کم گفتی، آیا در قاعده درود از پیشت باقی ماند، دعا از پیشت باقی ماند؟ این سوالی است که برای تو پیش شد. پیشتر مولوی صاحب گفت که الدین و النصیحه، پیغمبر علیه السلام میگه دین نصیحت. لمن؟ برای کی خیرخواهی است؟ لله و لرسوله و للمؤمنین. یک شق خیرخواهی طلب کردن برای مؤمناست. هر کس تلاش بکنه برای مؤمنان خیرخواهی کنه. خیرخواهی یک مؤمن دریسته که او فایده خیلی زیاد توسط کار و عمل و معامله خود به دست بیاره. این برش خیلی مهم است. خب گوشتان آواز کنید. سه چیز در اینجا جمع شده. پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که روزه گرفت، خب قید قطش مانده، من صام رمضان، دو قید داره، ایمان و احتساب. دوم چیز که قطش یک جا شده، من قام رمضان، کسی که رمضان قایم کرد یعنی به نمازخوانی و عبادت. این دو. اونجا هم قیدی چی قطش مانده؟ ایمان و احتساب. سوم چیزی که جمع شده، من قام لیلة القدر، کسی که شب قدر به عبادت الله تیر کرد، در اون جمعی قید است، ایمان و احتسابا. در سیش میگه غفر له ما تقدم من ذنبه، با این شخص بخشیده میشه تمام او گناهی که پیش گذرانیده. مومن اگر تو یک دفعه بدانی که الله اکبر، پیغمبر الله در یک ماه مبارک سه چیز برای ما بیان میکنه، اگر ما روزه بگیرم، اگر ما قیام بکنم، نماز بخوانم، مراد از قیام امی تراویح است که تو میخوانی، و خصوصا در شب قدر تو عبادت الله تبارک و تعالی را بکنی. در سهش برای تو میگه که دیگه گناه های ما سبقت ماضی مکمل بخشیده میشه. دیگه تو چی کار داری؟ هر قدر انسان میزنه، زحمت میکشه، محنت میکنه، در اعمال ما سبقه و ماضی خود که کدام نقصان داره او باید از بین بره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم توسط سه عمل برات گفت که اما گناه های بخشیده میشه. خب قید وجود داره، ایمانا، یقین داشته باشه، عقیده داشته باشه که این ثواب داره، این حکم الله و رسول الله هست، تصدیقت باشه، باورت باشه که بله ثواب داره. خو این کار برای چی انجام میدی؟ برای از این نه انجام نمیدی که تو یک بیگار است ای را از خود تیر کنی. یک امر است از طرف کسی فقط به خاطر از اینکه غیر حاضر نشوی حاضری بدی. نه، این سه کار که انجام میدی احتسابا،
طلب اجر و ثواب داشته باشی. تو اراده را داشته باشی که من از این ثواب بگیرم. دیگه برادر مسلمانم که تو آمدی تراویح هایی که خوانده بودی با این تراویح مقایسه کن. آلی از ملا صاحب خود پرسان کو که تراویح برای چی خوانده میشه؟ ملا صاحب این یک کاری بیگار است، زود زود خلاص کنیم، خود از پیشش بیکار کنیم. شما شاهد هستی مساجدی که فعلا در 5 روز، در 6 روز، در 3 روز، در 4 روز، امو خوب مسجدش در 10 روز، امو بهترتر مسجدش در 15 روز بربرک بار قرآن خوانده شده، در نیم ساعت 3 سپاره خوانده شده، در یک ساعت 6 سپاره خوانده شده و مردم هیاهوی جمع و جوش بوده مکمل. خوب پس از او باز آوازا گم است، خصوصا در شب اخیر که شب قدر در این شبا قطعا پیغمبر علیه السلام بر ما گفته که تحروا لیلة القدر فی چی؟ فی وتر من 10 الاواخر رمضان. در شبهای تاقی در شب اخیر رمضان شما لیلة القدر طلب کنید. این شبهای لیلة القدر مسجد چیست؟ مسجدها خالی است، یک صف در پشت مولای امام استاد است و مولای امام ماشاءالله ریشل گشته در 10 دقیقه تراویح میخوانه. برادر مسلمانم تو باید متوجه شوی که دوستت کیست و دشمنت کیست، چقدر خساره کرده ای و چقدر فایده کرده ای. خب گوشیت بگی تو چیزی دیگری که خلاف یافتی اونجا در مساجد دیگه که ختم میشد شور ماشور بیرون دیگه بار، اینجا خلطای زرد انگور مانده شده، خربوزه قاش شده، هیاهوی شروع وکیل صاحب آجی صاحب در خانه مولا صاحبم روان که یک خلطه را یک چورچورک از چاکلیت در پاکتکا دم میشه. این کار در این مسجد ندیدی. چرا؟ آلی تو اگر فکر و عقل داشته باشی باید مقایسه کنی که عبادت الله چه قسم میشه. از تو سوال دارم، ما ایره یقین داریم پیغمبر علیه السلام میگه بنده نماز میخوانه خود 10 حصهش برش نوشته میشه، 9 میسه، 8 میسه، 7 میسه، 6 میسه، 5 میسه، 4 میسه، 3 میسه، 2 میسه تا که در نصف میرسه. هر کس مطابق از این که نمازش چقدر خشوع، چقدر خضوعی است و چقدر موافقت به نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره. تو این یقین داشته باشی هر قدر که نمازی تو، حرکتی تو، عبادتی تو با عمل پیغمبر، با نقشه پیغمبر برابر بود، همون قدر به نزد الله تبارک و تعالی مقبول است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بغیر از نقش و قدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبت الله را حاصل کرده نمیتونی. یکی از جمله علامات محبت الله است که عبادتی تو را الله قبول بکنه و این عبادت قبولیتش زمانی میشه که تو به نقش قدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفته باشی. از او خاطر پیغمبر خبری تو گفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانی همون قسمی که مرا دیدی که نماز خواندم. استثناء نکرد تراویح از او که تراویح را هر قدر که زود خوانده میشه. شما کتابای حدیث مطالعه بکنه، کتابای حدیث مطالعه بکنه. تابعی میگه اعرج رحمت الله علیه او میگه کسی که سوره بقره را در 1 آیت میخواند ما میگفتیم که نماز سبک کرده، سبک خوانده در 1 رکعت. کسی که در 1 رکعت میخوان ما گفتیم والا نماز سبک خوند. ما تو کدام عبادت کردیم؟ صحابه کرام اینطور صحابه بود که کل شب قیام میکرد، خادمای خود پسان میرفت الا زود زود کنه که حال طلوع فجر میشه پس شوی ما ناوقت نشوه. صحابه بود که نصف شب عبادت میکرد. امو کمترین صحابه 3 حصه شب در عبادت الله تیر میکرد. ما تو کردیم؟ پیروی پیغمبر علیه السلام نکردی، از صحابی را نکردی، از تابعی را نکردی. تو کدام راه را گرفته برای من معرفی کو. خب تو در این مورد فکر بکو، بیا در رقم که اینجا آمدی تو باید بدانی چطور پیروی پیغمبر شده. پیغمبر خو یک صحابی میاد در گوشه مسجد نماز میخوانه، حدیثی از او خیلی دور و دراز است، مشهور شده به نام مسیء الصلاه. کسی که در نماز خود یک کمی کوتاهی و کمی کرده، تنها در حالت رکوع زیاد وقت تیر نکرده، پس در قومه
پس که از رکوع پس بالا شده ایره قومه میگه در قومه اطمینان نکرده، پس ایره سر ایتور بالا کرده، باز زود رفته. پیغمبر 3 مرتبه او را پس روان کرده، وضو کرده، باز آمده نماز خوانده، باز که مو کار کرده پس روان کرده. باز همونطور در مرتبه 4 صحابی میگه یا رسول الله چی عمل ما خراب است. پیغمبر میشانه مثل ابجد دوری برش طریقه نماز برش نشان میده. اینی قسم نماز وضو بکو، پورا بکو، تکمیل بکو وضو را، باز بیا اینی قسم تکبیر بگو، اینی قسم قرائت بکو، اینی قسم رکوع بکو. در مورد رکوع قومه و جلسه و سجده چی میگه؟ رکوع بکو که تو بالکل مطمئن شوی و هر عضو تو در جای خود قرار بگیره. پس از او بالا شو از رکوع، در قومه بالا شد. در قومه این قسم حالت سرت بیا که بندای استخوانای در جای خود قرار بگیره. این خو قیام اللیل است، رمضان است. کدام دعاهایی که آمده پیغمبر خوانده در قومه، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه یا ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعده. پیغمبر در قیام اللیل رکوع را برابر قیام میکرد، رکوع برابر قیام بود. ای برادر مسلمانم، تباه شده ای، عمرت برباد شده، وضو کرده ای، خود فریب داده ای، فقط محض تا شده ای، بالا شده ای. پیغمبر علیه السلام او شخصی را که میشینه نماز دیگر را نمیخوانه، زمانی که آفتاب در غروب نزدیک میشه میخیزه، عجله داره که علی وقت از بین میره و زود سجده و رکوع میکنه. پیغمبر او را میگه ینقر کنقر دیک، تلک صلات المنافق، این نماز منافق است که محض خودنمایی کرد، عبادت الله را نکرد. خشوع زمانی میه که انسان خوب اطمینان آرام بگیره، در زفت و پرود خشوع آمده میتونه. بیادره که مسلمان مشور کو که امروز تو خو خیلی خوش هستی، زود در خانه برگشتی و آفرین ملا صاحبام گفتی که در 10 دقیقه نماز خلاص کردی، ولی روز قیامت باز اتور افسوس آرمان بکنی. این طول قیام و طول رکوع و سجده ای گپا را خوب بگذار، به الله قسم به یک سبحان الله گفتنم چی میکنی؟ حسرت میکنی. و روز تغابن است، تغابن روزی که تو حسرت میکنی که کاش که من سبحان الله را چند مرتبه دیگه اضافه میگفتم. ولی مولا صاحب تو را نه سبحان الله گفتن من، نه سبحان ربی العظیم گفتن من، نه سبحان ربی الاعلا گفتن من، نه دعای استفتاح من، نه درود تکمیل کردی و نه دعای آخری قاعده تکمیل کردی. برادر مسلمانم، امروز دشمنی تو کیست؟ اگر واقعیت فکر در کلید باشه میشناسی که دشمنی واقعیت کیست. او کسی که برای تو امام است. پیغمبر امام میگه الامام ضامن، امام ضامن است. ضامن چی مانا؟ تمام حرکاتی که در نماز انجام میده به طریقی نقشه پیغمبر باشه، کمی کوتاهی نکنه. چرا مقتدی پشتی سری از دو استاد شده، ولی ملا صاحبی کار سرت کرده. برادر عزیزم که اینجا آمدی، توی نماز دیدی، تو دیگه امورم امی قسم مقایسه کن. در مسئله در بخش عقیده هم امی قسم مقایسه کن که او ملا صاحب چه قسم عقیده داره، بیا پیش امام، بیا از امام سوال بکن چه قسم عقیده. وتری که من خواندم برای تو معلوم شد، والا 2 رکعت علیده خواند، 1 رکعت علیده، باز بعد از رکوع دعاها کرد. الحمدلله دیدی که مردم گریان میکرد. هنوز ما گریان هم نکردیم. او روز گفتیم که صدا را بلند نکنی وگرنه مسجد یک دم زمزمه میکرد. ما گفتیم درست نیست که ما آواز را بلند بکنیم. تو خو الله برای چشم داده، حق باید بشناسی، دنبال حق بگردی. اگر سر یامی قدر حقایقم تو چشمت کور مندازی، در روز قیامت به الله متعال چی جواب بگی؟ تو خو باید امی قدر درک بکنی. تبلیغات میشه، در مساجد ملاهای آورده میشه و چی گپا گفته میشه. ای مسلمان، در روز قیامت به الله جواب داده نیستی. از این لاسپیکر تو بجز از صدای قرآن دیگه چیز نشنیدی. ما به خاطر احترام مساجد که دیگه مساجد دوچار اشتباه در نماز نشوه، ما لاسپیکر بیرون بند کردیم. اما در یک مسجدم ختم تراویح شده در حالی که 3 صف در پشتی سر استاد است، لاسپیکر بیرونش چالان است. از ما
بیرون مردم جای نمیشه، خب ما لاسپیکر در داخل چند لاسپیکر خریدیم، بیرون چالان نکردیم. برادری همسایه، تو باید بدونی که ما چقدر احترامی تو را کرده. تو اگر به الله یقین داشته باشی، تو را به الله قسم، او قاری که بری تو تراویح خواند و امروز صدای تراویح ما را شنیدی، تو را الله ای فکر و عقل نداده که چه قسم تلاوت بود؟ الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اگر ایرم تو تفکیک کرده نمیتونی در روز قیامت به الله پیش شده میتونی. الله از پیش تو سوال میکنه. برادر مسلمانم دل ما سری مردم میسوزه. او چرا میسوزه؟ این دلسوزی ما به خاطر از این نیست که ما سری شما احسان بگذاریم، به این خاطر است که به نزد الله مسئول باقی نمانیم. الله از پیش ما سوال نکنه. این مردم وضو کرد، برای عبادت در مسجد آمد، چقدر حصه نماز قط خود برد، چقدر ثواب برد. عزیزان گرامی، شما مسئولیت داره. شما در مساجد از امام تقاضا کرده میتونه که نماز چه رقم خوانده شود. ختم برای 5 شبه و 4 شبه و 3 شبه نکنه. قاری را پیدا کنی که به خاطر رضای الله 1/16 پولیم نگیره، عقیده صحیح هم داشته باشه و برد 1 ماه قرآن ختم بکنه که تو لذت قرآن بدونی که قرآن چی پیام برد داشت. تو احوال سلف مطالعه بکنه کتاب. تو را به الله قسم که احوال سلف چی قسم است. بیادره که مسلمانم، ما به خاطر ادای مسئولیت الحمدلله احسان الله تبارک و تعالی است که همونطور قاریایی بر ما الله نصیب میکنه که خواست دل ماست الله در عمرشان برکت پرته، علمشان الله برکت پرته. الله عزتی یا دنیا و متاع فعلا برش داده نمیشه، نه کالاست نه پیسه در جیبش داده میشه. خب ببینه، لیکن ما میگیم که الله عزت آخرت و دنیا را برش نصیب بکنه، همی برش کفایت میکنه. چرا؟ یا برای نمازهای ما تزیین بخشید، با آواز گلگونی خود، با آواز زیبای خود که در هیچ مورد الله به خوشوازی اجازه نداده مگر برای قرآن کریم. به خوشوازی قرآن کریم، قرائت قرآن کریم چی کده؟ اجازه داده. پیغمبر علیه السلام حدیث صحیحش است. ای برای ما همین قسم تلاوت کرده. برادرک مقایسه که قاری تا با قاری، قرائت با قرائت، نماز با نماز، عبادت با عبادت. اگر تو هوش داری و عقل داری، بعد از این معامله و میدان پیش خودت است. ما دیگه دعوت
برای تو دیگه دعوت داده نمیتونیم که بیا قطع ما باش. ما میگیم نه، گپای ما را قبول نکنی، گپ وزن کنی در ترازو پرتی که با کتاب الله و سنت رسول الله کدام گپ موافق و استوار است. ما کسی را دعوت نمیدیم که پیروی از سخنای ما بکنه، ما میگیم نه، پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله بکن. آن چیزی که قرآن تو را امر میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. عزیزان گرامی، کسانی که شریک شده بوده پیام برای شما بود، دیگران الحمدلله پیام را بارها شنیدن. خود تو بعد از این فکر بکن در زندگیت. رمضان تیر شد، این رمضان تیر شد، خود چه قسم عبادت شد؟ بس دنیا هر روز هر لحظه ما تیر میشه، خود انسان چه قسم عبادت کنه؟ این شبم انشالله شب عبادت است، فراموش نکنی. موقعی است که گناهایتان پیش کنی به الله، موقعی است که از رحمت الله ناامید نشوی، رحمت الله را بخوای. موقعی است که سوالی از این را بکنی که الله زندگی آینده مرا در زیر سایه کتاب الله و سنت رسول الله سپری کنی، مرا راه حق بر ما نشان بده. این دعایی است که در آخر حصه شب پیغمبر میکرد. اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهادت انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه یختلفون. ای پروردگار، ای رب و مالک متصرف جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، ای ذاتی که پیدا کننده آسمان و زمین هستی، ای ذاتی که عالم غیب و شهادت هستی، تو فیصله میکنی در بین بندگانت در اون مسائلی که یا در بین خود اختلاف داره. اهدینی لما اختلف فیه من الحق. برای ما در اون مسائلی که اختلاف شده از حق برای ما هدایت کو یا الله. انک تهدی باذنک من تشاء الی صراط مستقیم. این دعای پیغمبر بود آخری سه شب این دعا را میکرد که یا الله رای حق در کدام مسئله که مردم اختلاف داره، الله مرا در اون مسئله که حق است برای از او مرا هدایت کو به اذن و فرمان خودت. چرا تو هدایت میکنی برای مستقیم. این دعای خود بگردان، همیشه دعا بکن، انشالله رای حق بالکل پیدا میکنی. بعد از میدانی نمیگیم گپای ما را بپذیری، گپای ما را به کتاب الله و حدیث پیغمبر پیش کنه که اونجا میابه یا نمیابه. بعد از او باز انصاف پیش خودیتان، ترازو پیش خودیتان و شما قضاوت بکنه. قضاوت به خاطر ما نکنه، برای آینده خود، برای آخرت خود، برای سرنوشت عمر خود، برای هدایت خود خودتان فیصله کنه. دیگه وقت نمیگیرم. الله طاعت عبادات ما را قبول بگردانه. پروردگار ما و شما را از راه غلط نگاه بکنه، راه مستقیمی که به نزد الله محبوب است او را نصیب ما بگردانه. محبت الله و رسول الله را در قلب ما جا بده و همه محبت های دیگر الله از قلبای ما بکشه. الله تبارک و تعالی سرنوشت کل مسلمان ها را بخیر بکنه، در راه حق بکنه و الله تبارک و تعالی مسلمان ها را عزت بده. هر نوع مشکل و حاجتی که داره تقریبا آخری حصه شب است. الله مهربان دعا را قبول میکنه. الله کل مشکلات ما را حل بسازه، حاجات ما را پوره بکنه. الله تبارک و تعالی ما را ناامید نکنه و دعاهای ما را، طاعات و عبادات ما را با امرای نقصانات خود به فضل احسان خود قبول دربار خود بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم الله. وقتتان زیاد گرفتم.